درس دیگری که ما از ماه رمضان باید بیاموزیم این نگاه داشتن تمام اعضای بدن از گناه کردن است، چون که رمضان ما را تربیت می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. هر کسی که سخن دروغ، فریب کردن، نیرنگ کردن، غیبت کردن، نمامت کردن و عمل کردن به این گناه ها و تمام گناه های دیگر را ترک نمی کند، الله تعالی به گرسنگی و تشنگی آن حاجتی ندارد. به هر اندازه ای که گناه میکنیم در ماه شریف رمضان، به همان اندازه ثواب رمضان ما، ثواب روزه ما کم میگردد، تا اینکه تا بگاه برای ما و شما بغیر از گرسنگی و تشنگی هیچ چیزی باقی نمیماند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث دروغ گفتن را به طور مشخص ذکر کردند، چون که براست گفتن جامعه آباد میگردد. چرا امروز غرب پیشرفت کرده است؟ زیرا آنها دروغ نمیگویند، یکدیگر را فریب نمیکنند. اما ما مسلمان ها بجای اینکه به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنیم، یکدیگر را فریب میکنیم و برای دروغ گفتن هیچ باکی نداریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ذکر میکند که کلانترین گناه های کبیره این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی است، عقوق الوالدین، نافرمانی پدر و مادر، عاق گشتن از طرف پدر و مادر است و سومین این گناه ها دروغ گفتن است. الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: آگاه باشید از سخن دروغ، آگاه باشید از شهادت دروغ، بر دروغ شهادت دادن. به اندازه این کلمه را بسیار ذکر کرد که صحابگان گفتند که ای کاش سکوت می کردند. اگر برای دروغ گفتن فرزندان خود را سرزنش کنیم، برای فریب کردن آنها را سرزنش کنیم و این حدیث ها را بر فرزندان خود بیاموزانیم، تا که برای جامعه تنها ما یک شخص راستگوی و راست قول را پیشکش کنیم، جامعه ما و شما آباد می گردد.